احکام محتضر و بعد از مرگ. خوب است انسان در هر حال برای سفر به جهان آخرت آماده باشد و هنگامی که نشانه‌های مرگ را در خود احساس کرد، بر او واجب است تا حقوق مردم را ادا نماید و اگر عباداتی را انجام نداده به جا آورد و یا به شخص مطمئنی وصیت نماید. بعد از اینکه حال شخص وخیم شد و به حال احتضار درآمد، بر دیگران واجب است که او را به پشت بخوابانند، به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. مستحب است شهادتین و اقرار به 12 امام علیهم السلام و سایر عقاید حقه را به او طوری تلقین کنند که بفهمد. پس از این که شخص مسلمان از دنیا رفت، مستحب است دهان، چشمها و چانه او را ببندند، دست و پای او را دراز نمایند و پارچه‌ای روی او بیندازند.